وات مگه میشه؟ این دیگه چی بود من دیدم؟ پشمام احمدی نژاد. سلام، توی این ویدیو قراره بیش از 40 تا راز ماینکرافتی رو بهتون بگم. برو که بریم. اگه توی مود اسپکتاتور روی نقاشی کلیک چپ کنی میتونی وارد نقاشی بشی و دنیا رو از دید نقاشی نگاه کنی. تنها راهی که میتونی توی ندر آب بذاری با استفاده از کالدرون انجام میشه. همینش هم جای شکر داره. اگه بعد از اینکه تراید لویالتی 3 رو پرتاب کردی اینونتوری تو فول کنی، تراید دیگه جا نداره بیاد توی تو و فقط دورت میچرخه. آیرون گالم به هیچ عنوان توی آب غرق نمیشه. اوکی داش. و حتی فال دمیج هم نمیخوره. سیگما. وقتی توی نسخه 1.8 اندرمایت به بازی اضافه شد، دقیقاً کپی سیلور فیش بود، با این تفاوت که رنگش ای بادمجون بود. خزیدن توی ماینکرافت به صورت تصادفی به وجود اومد و انقدر این تصادف خوب بود که موجانگ به بازی اضافهش کرد. دمش گرم. قارچ خاکستری یک لول نورده‌ای داره. مثلا اگه شما قارچ قرمزو بذاری هیچ نوری نمیده. سول سند برای گرول حکم تورچ داره. مثلا از بالا هر گرولی که میریزه رو این خراب میکنه. دقیقاً هم کار تورچ انجام میده. اگه کله کریپر بذاری و بری کنار کریپر 50% احتمال داره که اون برد انفجارش و اون بردی که شما رو شناسایی میکنه کمتر بشه. برای ما که نشد. تنها رسیپی بازی که بدون نیاز به کندن چیزی میتونی بازش بکنی رسیپی قایقه. فقط کافیه که شیرجه بزنی توی آب. توی تولد 10 سالگی بازی ماینکرافت روی همه کیک های علامت 10 به وجود اومد که خیلی جالب بود دیگه. انگار شمع 10 سالگیه. حتی اگه نامرئی هم باشی باز خفاش تو رو میبینه. خب البته منطقیه چون خفاش در واقع حس بویایش خیلی قویه. گرول میتونه 100% بهتون فیلینگز بده. اگه فورچونستر رو بندازین روی بیلتون، پلیر باید 13 ثانیه دردناک رو تحمل کنه تا از عنکبوت رد شه. ولی خب برای آیتم ها این تازه بیشتر هم هست. 24 ثانیه طول میکشه. صدای آیتم ها باشیم. اگه بچه پاندا ها رو بکشیم 100% امکان داره که اسلایم گیرمون بیاد. این کارو نکنید. با بوم میل میتونی گل رو دوپلیکیت کنی. همینطوری تون تون تخ 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 میزنی و دوباره برمیشه. ساده است. وقتی که انس پورتال برای اولین بار به ماینکرافت اضافه شد، در واقع این تکسچر اولیه‌اش بود. واقعا هر کی که تکسچر اینو عوض کرد دمش گرم. آخه این چیه؟ برای ریسپان کردن اندر دراگون باید قیافه کریپر رو با کلی درست می‌کردی تا اندر دراگون ریسپان بشه. اصلا نگذری میده جالب بود. ولی خب در حال حاضر اینطوری باید اندر دراگون رو ریسپان کنی. میدونم که همتون میدونین ولی برای اونایی که نمیدونن با آیرون میتونین آیرون گالم رو میدونستی اگه همین الان ویدیو رو لایک کنی توی ورد ماینکرافت دیگه چه پر دایموند اسپام میشه؟ به احمدی نژاد قسم راست میگم. اگه به گوشه ریل دقت کنی میبینین که شبیه یه پیککس آیرونیه. خیلی تکسچراشون شبیه به همه. بیشتر دقت کن. ما الان توی بازی کلی اسلپ داریم، اما اولین اسلپی که به بازی اضافه شد اسلپ گل بود که به نظرم خیلی باحال خفن بود، ولی خب از بازی حذف شد. امیدوارم دوباره بازی برگرده. میدونستی که تکسچر بدراک در واقع همون تکسچر استونه، ولی خب با کنتراست خیلی بالاتر. مگه نه بدراک؟ اگه خیلی با دقت به خورشید نگاه کنی میتونی چهره احمدی نژاد رو ببینی. پیگلین ها میتونن در رو باز و بسته کنن. یکم ترسناکه. اگه با شمشیر آتیشی ما بکشی گوشت پخته دراپ میکنه. ولی اگه همون گوسفند روی کمپفایر بمیره گوشت خام دراپ میکنه. یا علی. این اولین اسکرین شات استرانگهولد ماینکرافته. انیمیشن خزیدن و شنا کردن در واقع یکی هستن. میدونستین که دیسک 11 دقیقاً خوردیش چرا توفش کن. دیسک 11 دقیقاً 1 دقیقه و 11 ثانیه هست. دقیقاً مثل اسمش. الان قلاده دور گرگتون قرمزه، ولی خب داخل نسخه 1.8 قلاده دور گرگ قهوه‌ای بوده. اگه توی سی تا سید 0 رو وارد کنی یه سید رندوم نداد. خب قبلا سید رندوم میداد و با استفاده از این سید میتونستیم به سید 0 برسیم. مرسی که ما رو زوی کردیم. وقتی که کیلر بانی به بازی اضافه شد یه شانس کمی وجود داشت که حداقل بتونه به صورت خودکار توی وردت اسپام بشه، ولی خب الان کامل از یادها رفته و فقط با استفاده از کامند میشه اسپانش کرد. یه منطق خیلی باحال بازی اینه که اگه توی فرنس اسفنج خیس رو بذاری و زیرش سطل بذاری، بعد از اینکه خوش شد این سطل پر از آب بشه که به نظرم خیلی باحاله. بیایم برگردیم به قدیم. در زمان نسخه های آلفا و بتا اسکلتون ها اینطوری تیرکمون رو دستشون میگرفتن به شکل کج و مثلا همین که نگاه میکنی به تیرکمون ها 2-3 بار وارد ماتریکس میشه و برمیگردی. چی آخه؟ این تکسچر اول چست ماینکرافت وقتی که به بازی اضافه شده بود. شاید بگین چقدر تکسچر بدی داره، ولی خب وقتی که دوتایی میشه بدتر از این هم میشه. یه خط خیلی سیاه مسخره وسطش میاد که اصلا میره رو مختون. پرواز کردن توی بازی ماینکرافت و مخصوصا اون بالهای الایترا یه رفرنس خیلی باحالی داره به بازی سوپر ماریو که دقیقا شبیه الایترا
اون حالت پرمونند و باز شدگی داره. توی یکی از نسخه‌های خیلی قدیمی ماینکرافت، البته خیلی هم قدیمی نیست، توی کریتیو مود یه باگی وجود داشت که میتونستی حیوونا و ماب‌ها رو از راه خیلی دور مثلا با شمشیر بزنی. فقط یه لحظه نگاه کن، اصلا چطور همچین چیزی ممکنه؟ این اولین اسکرین شات از اسپایدر ماینکرافته که میبینین پوسته، میبینین که یه پوست قهوه‌ای داره، ولی خب اسپایدر الان خیلی از این خوشگل‌تره. قدیمی ترین ماب ماینکرافت که هنوزم وجود داره خوکه. اگه F3 و F4 رو همزمان بگیری اینجوری راحت میتونیم بین گیم مودا توی نسخه جاوا سویچ کنیم که خیلی سریع‌تره. خلال جالب. 5% شانس وجود داره که روبایی که اسپان میشه یه امرالد دهنش باشه. آره خلاصه یه شانسی وجود داره، حالا برای ما که اسپان نشد. توی نسخه قدیمی پامکین با قیافه اسپان میشده، ولی خب الان هم چیزی نیست، باید با قیچی خودت بهش تر بدی. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردی. امیدوارم که هر جا که هستی سعی و سلامت باشی. اگه دوست داشتی خوشحال میشم که لایک و ساب کنی. تا ویدیو بعد، فعلا.